بر شما دوستان به کانال پوکت پوک خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر کجا که هستید ذهنتون پر از آرامش و دلتون پر از عشق و محبت باشه. اگه خیلی وقت جای خالی یک کتاب فوق‌العاده رو توی زندگیتون احساس کردین، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر همراه من باشید. مطمئنم این اتفاق واسه همه افتاده. یه نفر اومده یه کتاب با کلی ذوق و شوق بهتون معرفی کرده یا توی سوشال مدیا تعریفش رو شنیدین، اما وقتی خوندین دیدید که اونقدر هم جذاب نبوده که ازش تعریف می‌کردن. چرا؟ چون خب سلیقه آدما با هم متفاوته و نیازهای آدما با هم متفاوته. همه ما یه سری خلاها توی وجودمون داریم که با دیدن یک آدم یا دیدن یک فیلم یا با خوندن یک کتاب اون خلل لمس میشه، نوازش میشه و با این اتفاق ما احساس خوبی پیدا میکنیم و حالمون بهتر میشه. برای همینه که یک کتاب به درد یه آدم میخوره چون نیازهای اون آدم رو برآورده میکنه، اما همون کتاب به درد یه آدم دیگه نمیخوره. پس یه چیزی که برای یکی خوبه دلیل نمیشه که برای همه خوب باشه و به نظر همه قشنگ بیاد. برای همینه که مثلا یه کتاب خیلی معروف میشه، یه سریا خیلی ازش خوششون میاد و یه سریا نه، اونقدر باش حال نمیکنن و بهش هیت میدن. مثلا توی زمینه کتابای انگیزشی، کتاب عادتهای اتمی خیلیا طرفدارش بودن و خیلی هم میگفتن نه، کتابیه که اونقدر قشنگ و به درد بخور نیست. اما نگران نباشید، من امروز اومدم اینجا یه سری سبک و ژانر کتاب‌های مختلف رو بهتون بگم و توی اون زمینه بهترین کتابا رو بهتون معرفی کنم. پس اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو واسه دوستاتونم بفرستید. پس بریم که شروع کنیم. خب قبل از اینکه شروع کنیم باید بگم که من آخر ویدیو برای هر مشکل یک کتاب بهتون معرفی کردم. اگه توی وضعیتی هستید که نمیتونید از یه تراپیست کمک بگیرید یا تو هر زمینه حال خودتون رو خوب کنید و به خودتون کمک کنید، باید بگم هر کجای دنیا که باشید برای هر مشکل یک کتابی نوشته شده. اگه خیلی وقته که با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنید، حال خوبی ندارید، اگه تازه از یک رابطه بیرون اومدی، اگه عزت نفس نداری و نمیتونی توی یک جمع خوب صحبت کنی، پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. با کتاب‌های سبک کلاسیک شروع می‌کنیم. یکی از بهترین ها توی این سبک کتاب بلندی‌های بادگیره. اگه به این سبک علاقه‌مندین و این کتاب رو نخوندین، حتما بهتون پیشنهاد میکنم. کتاب بعدی قصر آبیه و کتاب بعدی قصه های جزیره ال.ام مونتگومریه. کتاب بینوایان، کتاب سرخ و سیاه و کتاب آخر آرزوهای بزرگ. من اسم و نویسنده این کتابا رو توی این ویدیو میذارم، پس نگران نباشید، اسکرین شات بگیرین تا بریم بعدی. ژانر پرطرفدار بعدی ژانر عاشقانه است. بخوام مورد علاقه خودم رو توی این سبک بگم، کتاب دختری در قطاره که واقعا هر صفحش پر از هیجان و اتفاقی که واقعا با هر ورقی که میزنید سورپرایز میشید. توی این زمینه کتاب من بیش از تو، نحسی ستاره های بخت ما و از ترس تنهایی رو بهت پیشنهاد میکنم. سبک بعدی سبک جنایی و معمایه. توی این سبک میتونم کتاب درون آب، کتاب جایی که خرچنگ ها آواز میخوانن، کتاب پیش از آن که بخوابیم، کتاب دروغ های کوچک بزرگ و کتاب بیگانه رو میتونم بهتون معرفی کنم. ژانر بعدی کتاب‌های روانشناسیه. به عقیده خودم تک تک آدما برای اینکه بخوام به خودشناسی برسن به یه سری از کتاب‌ها توی این زمینه نیاز دارن. اگه خیلی وقته که با ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کنی، اگه معنای وجودت و معنای این زندگی رو نمی‌دونی، پیشنهاد می‌کنم کتاب انسان در جستجوی معنا رو بخونی. این کتاب کوتاهه و بر اساس واقعیته و توی زمینه خودش به نظر من فوق‌العاده است.
اگه دوست داری سر در بیاری از بازی‌هایی که آدما را میندازن و همو گول میزنن یا هر چیز دیگه، پیشنهاد میکنم کتاب بازی‌ها رو بخونی. اگه دوست داری صداهای مغزتو تشخیص بدی و بدونی کی صدای کودک درونته، کی صدای والد درونته و کی صدای بالغ درونته، پیشنهاد میکنم کتاب وضعیت آخر رو بخونی. اگه دنبال کتابای جدی‌تر و سخت‌تر توی دست روانشناسی میگردید، میتونم کتاب چگونه درمانگری شکوفا شویم رو بهتون پیشنهاد کنم. همچنین کتاب درمانهای وجودی و از دست کتابهای فروید، قهوه با فروید رو بهتون پیشنهاد کنم. اگه رشته‌تون روانشناسی یا مشاور است یا درمانگر هستید، حتما این کتابا رو بخونید. ژانر بعدی کتاب‌های فلسفه است. توی این زمینه میتونم تسلی بخش‌های فلسفه که از آقای آلن دوباتن، اگه اشتباه نکنم، فکر کنم ایشون روانشناس هم هستن، این کتابو خیلی بهتون پیشنهاد میکنم. کتاب بعدی که خیلی هم معروفه، کتاب دنیای صوفی. کتاب بعدی کتاب ضیافت و آخرین کتاب 24 اندیشه ناب. ژانر آخر کتابای انگیزشیه. اگه خیلی وقته که دارید با یه عادت بدتون دست و پنجه نرم میکنید و نمیتونید ترکش کنید، کتاب عادتهای اتمی رو بهتون پیشنهاد میکنم. مرتبط با همین کتاب، اگه تو انجام یه کاری استمرار ندارید، چون فکر کنم دیگه میدونید برای رسیدن به موفقیت توی هر زمینه استمرار داشتن خیلی مهمه، کتاب اثر مرکب رو بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب فوق‌العاده قشنگیه و احساس میکنم تمام آدما نیاز دارن یه بار این کتاب رو بخونن. اگه فکر میکنید آدم ناشکری هستید، اگه چیزای مثبت و نعمتایی که خدا بهتون داده رو نمیبینید و به چشمتون نمیاد و این موضوع مهمتر از همه، اگه میخواید این موضوع رو تغییر بدین، کتاب معجزه شوک‌گذاری راندا برنا بهتون پیشنهاد میکنم. این کتاب عملیه، از الان بهتون بگم. هر فصلش یه کاری میگه شما باید انجام بدید و این کتاب تو زمینه خودش بهترینه تا الان بهتون بگم. کتاب بعدی انگیزشی کتاب چرا تا به حال کسی اینها رو به من نگفته بود. کتاب بعدی هنر ظریف بیخیالیه. کتاب بعدی هنر شفاف اندیشیدنه که شما رو آشنا میکنه با خطاهای رایج ذهن. کتاب بعدی و کتاب آخر تو این زمینه هنر خوب زندگی کردنه که از مترجمای این کتاب آقای عادل فردوسی پوره که راههای عملی میده بهتون برای اینکه زندگیتون رو بهتر کنید. خب رسیدیم به اون قسمت از ویدیو که قولش رو بهتون داده بودم که برای هر مشکل کتاب معرفی کنم. اگه توی رابطه جدی هستید، مثل ازدواج یا هر چیز دیگه و دنبال اینید که رابطتون رو بهبود بدید و بهترش کنید، کتاب محکم در آغوشم بگیر، کتاب قوانین ازدواج، کتاب بازگشت به زوج و کتاب آخر 5 زبان عشق رو بهتون معرفی میکنم. اگه خیلی وقته که حال خوبی نداشتی، اگه غمی رو تجربه کردی یا احساس میکنی به افسردگی دچار شدی، کتاب‌های مارپیچ رو به بالا، کتاب حال عالی و کتاب دلایلی برای زنده ماندن رو بهت پیشنهاد میکنم. اگه آدم درونگرایی هستی و خیلی فکر و خیال میکنی، کتاب خودتو تباه نکن رو بهت پیشنهاد میکنم. اگه دلت شکسته و نیاز به درمان داری، کتاب رهایی از غم جدایی، کتاب یاد بگیرید که خودتان رو دوست داشته باشید، کتاب چرا ما عاشق هستیم و کتاب چگونه از یک جدایی جان سالم به در ببریم رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگه میخوای احساسات و عواطفتو کنترل کنی، کتاب هنر همه فن حریف شدن در احساساتو بهت پیشنهاد میکنم. اگه میخوای توی هر موقعیتی که صحبت میکنی شخصیت جذابی داشته باشی، کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنی رو بهت پیشنهاد میکنم. اگه میخوای اعتماد به نفس بالایی داشته باشی، کتاب
جرأت داشته باش رو بهت پیشنهاد میکنم. اگه دنبال اینی که عزت نفستو پیدا کنی، کتاب شرمکاوی رو بهت پیشنهاد میکنم. اگه توی رابطه هستی و بین دوراهی موندن و رفتن تردید داری، کتاب بمانم یا بروم رو بهت پیشنهاد میکنم. خب به پایان ویدیو هم داریم نزدیک میشیم. قبل از هر چیزی باید بگم اگه اسم هر کتابی که امروز بهتون معرفی کردم زیر همین پست برام کامنت کنید، من توی اولین فرصت این کتاب براتون میخونم و ویدیوشو همینجا توی کانال پوکت بوک آپلود میکنم. پس اگه از این سبک ویدیوها لذت میبرید فراموش نکنید که کانالمو سابسکرایب کنید، زنگوله فراموش نشه. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.